افرادی که سردرد میگیرن، سردردهای میگرنی، باید اولین قدم درمانشون اینه که بگیم که غصه شدید، استرس شدید، قند و شکرهای شیمیایی، خب آبنبات، هر چیزی که جوهر قند داخلش داره، مواد ضد کپک. مواد ضد کپک کجا میزنن؟ تو رب. خب تمام مواد بسته بندی شده و همه اینا مواد ضد کپک، اینا باعث میشه سردردهای میگرنیشون بیشتر بشه. قرصای ضد بارداری میگرن رو تشدید میکنه. بادوم زمینی، کسی اگر میگرن داره بادوم زمینی بخوره میگرنش رو تشدید میکنه. پنیر، میگه من پنیر میخورم سردرد میگرن شروع میشه. ماهی میخوره سردرد میگیره. درمان اینا چیه؟ یه داروی مرکبه داره، استخوان مرزنجوش، بادرنج بویه، اینا رو با هم دیگه دم کنه 1 ساعت قبل از نهار و شام میل دم بشه. طرف مده و سردرد میگرنی داشت، من با زالو